بس كلام ورقة ديتا به هدایت مقامای بالا وزیرسالار هر ماه و برای تعدادی از این تکدیگران و کسایی که دست به گدایی میزنه مقداری از پیسه نقد را توزیع و بریشان تقسیم نماید تا باشد که امرار و معاش و روزگارشان را بچلانند. په هر دوره کې مونږه 15,000 یا 4,500 افغانۍ دغه سوالګرو ته چې د ښار له ګوټه ګوټ نه راټول کړي دي او دلته مستحق ثابت شوي دي د سروې له کمیټې نه او اوس دغو سره کومک کیږي. دغه دوره کې 170 کورنۍ دي، 1,500 سوالګر راځي ټول. دیگر تشکری میکنم از اسلامی امارت که مجاهدین که برای ما کمک از قماندانی امنیه ولایت بغلان به خیلی خرسند و که چون که ماهی بسیم در ماهی که توجه میکنم من بسیار خوشحال هستیم که بعد آخری هم که برای ما که توجه داره خداوند به اینا توجه داشته از کردن هم بیرقشان بلند و سرفراز باشن. یک دکاندار که طلب میکردیم برای کمک و اگر کاغذ آتشی میاردیم ما را گیر کرده بودیم بیا برید تو برادر گدایی را باز کنم شما را کمک میکنم. اینو اگر ما در ما باشه بیخی بحث ما اگر نباشه برادر با در بدن